مترو با سرعت‌ترین نقلیات مسافربر در کی‌یف است. قطارها پای هم در هر 2 دقیقه به حرکت می‌درآیند، اما مسئولین میگویند مجبور شدند فاصله وقت آنها را درازتر کنند. با توجه به کمبود رانندگان ما مجبور شدیم فاصله وقت را درازتر کنیم. صبح و شام فاصله 45 ثانیه و در ساعت‌های دیگر تا 1 دقیقه درازتر شد. به گفته این مسئول حالا بیشتر چلانگر و برقکارها نمی‌رسند. در مجموع تقریباً 15% جای‌های کاری خالی اند. بخش خصوصی هم دچار بحران شده است. اعلان جای‌های خالی کار را می‌شود حتی در و دروازه مغازه و قهوه‌خانه‌ها هم دید. از آغاز جنگ تا حال آمار جای‌های خالی کار به بلندترین سطح رسیده است. بیشتر از همه در بخش خدمت رسانی به کارگر ضرورت دارند. پیش خدمت، آشپز و کوریر یا خطکشان می‌جوییم. کارمندان در ساحه استحصالات هم ضرورند. به اطلاع وزارت اقتصاد اوکراین 58% کارخانه‌ها کمبود متخصصان را مشکل اساسی خود نامیدند. سبب اصلی این بسیج یا موبیلیزاسیا است. حالا کشوری ما را تقریباً 1 میلیون سرباز حمایت می‌کند. دوم مهاجرت است. قریب 6.5 میلیون اوکراینی‌ها رفتند. 4 میلیون آنها آدمان سنی قابل کارند. تحلیلگران بازار کار میگویند که ظاهراً این بحران موقتی نیست و به کارفرماها مشورت میدهند که خود را به طلبات نو بازار مطابق سازند. از یک سو بحران تاثیر منفی و از سوی دیگر تاثیر مثبت هم دارد. شماری زیادی زنان و معیوبان و پیرانسالان می توانند با کار تامین شوند. بنا به اطلاع وزارت سیاست اجتماعی اوکراین، در این کشور چند گروهی هستند که می توانند وضع را در بازار کار تغییر دهند. قریب 1 میلیون نفر دارای امکانیت محدود نیروی کاری است. همچنین مهاجران داخلی نیز هستند. تا ماه فوریه سال 2023 ما 700,000 بیکار داشتیم. گروه سوم آدمان نزدیک به سن نفقه‌اند. کارشناسان بر اینند که برای با کار تامین کردن این افراد برنامه‌های وسیع مقیاس بازآموزی و مطابق شوی لازم است. این کار هم برای بخش خصوصی و هم برای حکومت دشوار است. به گفته وزارت اقتصاد، در 10 سال آینده اوکراین باید 4.5 میلیون کارگر را به کار جلب کند.